به نام خدای بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان محترم سلام، عصرتون بخیر. اینجا تهران، شبکه سلامت، برنامه ضربان. امیدوارم تندرست و شاد و سلامت باشید. انشالله که ریشه‌کن شدن این بیماری کرونا رو با هم ببینیم، با هم جشن بگیریم و باز بتونیم ماسک ها رو برداریم و با هم ارتباط صمیمی و نزدیک داشته باشیم و دور هم جمع بشیم. روزهای بهاری بر شما مبارک باشه. سال خیلی خوبی داشته باشید در پیش رو، سال 1400. یلداتون مبارک. خداحافظ.